به نام خالق عشق و زیبایی ها. سلام دوستان، من علی محمد آذری هستم و مراحل نصب هکینتاژ مونتوری رو توی این ویدیو به صورت دبل بود میخوام توضیح بدم تا با یکی دو بار دیدن این ویدیو و انجام مراحل شما هم بتونید یک نسخه از این سیستم عامل زیبای اپل رو بر روی کامپیوتر یا لپتاپتون نصب کنین و حالش رو ببرین. خب بریم مشخصات سیستم من رو ببینیم. خب این یه لپتاپ برند توشیبا هستش که یه پردازنده اینتل کور i5 6300 داره، نسل 6 هست، 8 گیگابایت رم و یه هارد 260 گیگابایت پرسرعت داره که ما دو سیستم قراره روش نصب کنیم و گرافیک من اینتل 520 هستش. خب مرورگرتون رو باز کنین و اولین ابزاری که شما بایستی دانلود و نصب کنین پایتون هست. من چون به خاطر اینکه زمان ویدیو رو کم کنم قبلا من پایتون رو دانلود کردم و حالا فقط میریم برای نصبش. خب دوستان، من از قبل این پایتون روی سیستم من نصب هستش، پس من برمیگردم. شما حتما باید نصب کنید پایتون رو. حالا وارد سایت، این سایت راهنمای اوپن کور، وارد این سایت بشین. این یه سایت مرجع برای نصب هکینتاژ هستش و با استفاده از همین سایت میشه بر روی تمامی پردازنده‌های اینتل هکینتاژ نصب کرد. فقط اینجا دسته‌بندی پردازنده بر اساس کدنیم پردازنده است، پس ما بایستی اول کدنیم پردازنده‌مون رو در بیاریم. پس برین CPU-Z رو دانلود و نصب کنید و بعد اجراش کنید. CPU-Z یه نرم افزار هست که کلی اطلاعات درباره سخت افزار سیستم به ما میده، ولی ما همین که بدونیم کدنیم پردازندمون چیست کافی است. این گزینه دوم کدنیم اسکای لیک. خب اسم کدنیم پردازنده من اسکای لیک هستش. پس بریم توی راهنما، در قسمت چون لپتاپ هست در قسمت لپتاپ ها باید دنبالش بگردیم. اینجا لپتاپ اسکای لیک، این راهنما برای تمامی پردازنده هایی که اسکای لیک هستش. خب همین اول راهنما توضیح داده که ما میتونیم مک‌او‌اس 12 مونتوری رو روی این پردازنده نصب کنیم. خب حالا ما میدونیم کدوم فایل مک‌او‌اس لازم داریم، پس بریم برای دانلود فایل نصب کننده مک‌او‌اس مونتوری. خب شما همین آدرس رو اگه توی مرورگرتون وارد کنید وارد این سایت میشید. بیاین از این قسمت پایین یه سری فایل‌های پکیج هست که ما باشون کاری نداریم. ما فایل اینجا لینک دانلود مک‌او‌اس مونتوری روش کلیک کنید، هدایت میشین به سایت مدیا فایر و این فایل نصب کننده است. ببینید 11 گیگابایت حجمش است. از اینجا فایل رو دانلود کنید. خب وقتی که فایل رو شما دانلود کردین یه همچین چیزی بهتون میده. خب حالا ما فایل نصب کننده مک‌او‌اس مونتوری رو داریم، پس موقعشه که یه فلش مموری که 16 گیگابایت حجم داشته باشه رو به سیستم وصل کنیم. خب حالا برای اینکه بتونیم این رو روی USB بریزیم نیاز به یه ابزار داریم. خب ترانسمک باز کردین، اینجا ببینید این فلش USB رو روش کلیک راست کنید و ریستور دیسک ایمیج رو بزنید. یس. حالا از اینجا بایستی بریم و فایل DMG رو بهش آدرس دهی کنیم و خودش شروع میکنه ریختن فایل مک‌او‌اس رو روی USB ما. تا کار این نرم افزار بخواد تموم بشه یه 7 دقیقه زمان میبره و این بهترین زمان
برای اینه که ما بتونیم یه بوتلودر بر اساس سخت افزار سیستممون بسازیم. پس اگه قرار باشه یه بوتلودر دقیق بسازیم بایستی اطلاعات کاملی از سخت افزارمون داشته باشیم. پس بیاین روی فایل راهنما و این قسمت روی سخت افزار خود را بشناسید کلیک کنید. بیاین از این قسمت پایین از اینجا روی فایل باینری روی این فایل کلیک کنید. حالا از گیتاب نسخه ویندوزیش رو دانلود کنید. خب از همینجا این نرم افزار رو اجراش کنید. خب اینجا پیام داده که یه چند دقیقه زمان میبره تا نرم افزار بخواد اجرا بشه. خب تا نرم افزار ما بخواد اجرا بشه ما بریم یه بوتلودر آماده رو از سایت مالاریلا دانلود کنیم و همونو شخصی سازی کنیم. خب از اینجا این سایت مالاریلا هست که شما بازم همین آدرس رو وارد کنید، بیاین داخلش، بعد بیاین قسمت پایین و از اینجا که روی نوتبوک ها نوشته نوتبوک اسکایلیک این رو از دانلود کنیم. خب حالا نرم افزارمون اجرا شد. اولین حرفی که شما باید وارد کنید حرف دی هست و اینتر بزنید. حالا حرف تی رو وارد کنید و اینتر بزنید بازم. حالا بیاین تو پوشه دانلود ها ببینیم فایلمون اومد. خب اینجا دو تا فایل اومده. خب با این نرم افزار کاری نداریم، میبندیمش. حالا روی این فایل کلیک کنید. خب اینجا میبینید یه اطلاعات بسیار کامل و دقیقی از سخت افزار سیستم ما هستش. از اینجا ببینید پردازنده، مادربرد، گرافیکمون که گرافیک اینتل، ببینید گرافیکمون اینتل 520 هست، مموری، شبکمون، کودک صوتی و همه چیز. خب حالا بریم تو اون بوتلودری که آماده ای رو که دانلود کردیم رو از حالت زیپ درش بیارین. خب حالا داخلش اینجا یه پوشه EFI هست، همین رو بردارین و بندازین داخل دسکتاپ. خب حالا بازش کنیم، پوشه کاکست ها رو باز کنید. خب دوستان این پوشه کاکست ها دقیقا همون درایورهای ویندوز هستن. حالا هر چیز که به درد ما نخوره از اینجا حذف میکنیم و اگه کم داشته باشه باز بهش اضافه میکنیم. خب این شبکه ما اینترنت 1219 هستش. پس این 2000 این اضافی است، باید پاک بشه. حالا بعد دیگه اینتل موسی این شبکه ماست. حالا این ریلتاک هم ریلتاک هم اضافی است، این هم باید حذف بشه دیگه. باقی همشون لازمن. این هم اضافی است. خب ایرپورت این چون چیپ ما برودکام که نیست، نه چون چیپ ما برودکام نیست، این ایرپورت برودکام این هم باید حذف بشه. خب اینا رو حذف میکنیم. حالا بریم همینایی که حذف کردیم رو باز به جاشون دانلود کنیم و بذاریم سر جاشون. بیان روی راهنما از این قسمت جمع آوری فایل ها کلیک کنید روش. قسمت کاکست ها ما شبکه کابلیمون که فایل بود فقط بایستی وای فای نداریم، کاکستش نبود که از اینجا روی ایرپورت کلیک کنید
و بسته به نسخه‌ای که میخواین نصب کنید. ما مثلا مک‌او‌اس مونتری رو میخوایم نصب کنیم، پس حتما باید نسخه مخصوص به خودش این یکی رو دانلود کنیم. خب حالا برگردیم بریم برای بلوتوث. روی اینتل بلوتوث فریموری کلیک کنید. خب از اینجا اینتل بلوتوث روی اینم باز کلیک کنید و اینو دانلودش کنید. خب دیگه شبکه صوتی و این که شبکه کابلیمون هست، بلوتوث، وای فای، همین چیز دیگه ای نداریم. خب بریم فایلایی که دانلودیمون رو از همینجا بازش کنیم داخل وینرار. خب حالا این دوتا ککست بالایی رو برداریم و بندازیم تو پوشه ککست ها. حالا دومیشو اینم بندازیم. خب حالا از همینجا بریم بالاتر، باز ایرپورت اینم بازش کنیم و این ککست وای فای رو هم برداریم و بندازیم داخلش. خب حالا دیگه بلوتوث، وای فای، شبکه، اینم که همه چیز هست. خب کار ما تو این پوشه ککست ها تموم هست. حالا بریم پوشه ACPI رو باز کنید. خب دوستان این اگه یه پردازنده دیگه بود حتما باید اینا رو از روی سیستم در می آوردیم، ولی من چون این قبلا اینو تست کردم همین فایل به خوبی روش کار میکنه، با این کاری نداریم ما. پس بریم بازم روی راهنما. حالا برای اینکه تغییرات ما اعمال بشه بایستی توی فایل کانفیگ هم لحاظ بشه. برای این کار باید بریم کانفیگ پلیلیست ست اینجا کلیک کنید. خب از همین درخت مناسب پروپر فری روی این کلیک کنید. من هر وقت اینو میبینم معنی فارسیش درخت مناسب هست. با خودم فکر میکنم که هکینتاش یه درخت هست و منم یه باغبون که حالا اومدم سخت افزارامو میخوام بهش پیوند. روی دانلود بزنید، بازم برگردین روی راهنما. حالا این جن اسم بایوس این هم فایل مهم است، روی اینم کلیک کنید، بازم روی کد بزنید، دانلود زیپ، این رو هم دانلودش کنیم. خب با این فایل سخت افزار کاری نداریم، با این اطلاعات. خب حالا برگردیم روی فایل گوشه دانلود ها. این جن اسم بایوس این رو همینجا اکستراتش کنیم. این درخت مناسب این هم همینجا اکستراتش کنیم. خب حالا همه رو انتخاب کنید تا خلوت بشه اینجا، بجز همین دوتا پوشه‌ای که الان دانلود کردیم با بقیه‌شون ما کاری نداریم. این تیکه اینو برداریم و اون یکی دیگه اش کجاست؟ تیکه این دوتا گزینه رو برداریم و با بقیه خداحافظی میکنیم. خب حالا همین درخت مناسب رو باز کنید، بازم روی پروفایل در حالت ادمین اون رو اجرا کنید. شکایت آنتی ویروس همراه داره. خب از این فایل اوپن رو بزنید، بیان روی دسکتاپ همون پوشه بوتلودر EFI رو بازش کنید، OC. خب این فایل کانفیگ پلیلیست اینو انتخاب کنید و بازش کنید. خب دوستان این فایل کانفیگ هست و تمام و سیستم عامل وقتی که میخواد بیاد بالا دقیقاً از روی همین نوشته ها میاد بالا و این یه فایل خیلی بزرگ. خب دوستان این فایل کانفیگ هست و تمام و سیستم عامل وقتی که میخواد بیاد بالا دقیقاً از روی همین نوشته ها میاد بالا و این یه فایل خیلی بزرگ است. ببینید و برای اینکه ما تغییراتمون لحاظ بشه بایستی اینجا بازم دوباره روی فایل کلیک کنید و
OC کلن این گزینه رو بزنید و حالا پوشه OC رو انتخاب کنید و select folder و همونجوری که میبینید بریم ببینیم ککستامون بایستی باشن اینجا. ککستایی که جدید انداختیم اینجا ببینید، همین اول بایستی ایرپورت این ببین این بلوتوزمون است لحاظ شده. پس اینجا همین رو ذخیرش کنیم و حالا بیایم بیرون. خب بریم پوشه دانلود، دوباره روی جن اسمبایوس کلیک کنید. خب بازم روی جن اسمبایوس رو در حالت ادمین اجرا کنید. صبر کنید. خب حالا عدد 1 رو وارد کنید. دوباره عدد 2 رو وارد کنید که فایل کانفیگمون رو انتخاب کنیم. خب حالا بیاین توی پوشه روی دسکتاپ EFI رو باز کنید، OC، همین پوشه کانفیگ پلیلیستمون رو انتخاب کنید و کپی پچ بزنید و پچش کنید داخل نرم افزار. حالا اینتر بزنید. بایستی فایل کانفیگ پلیلیست ما تو این بالا آدرس دهی رفت شده باشه. خب حالا درسته. حالا عدد 3 رو وارد کنید. خب حالا اینجا بایستی بریم روی فایل راهنما. اینجاست. ببین این گزینه ها رو شما باید وارد کنید تا یکیش درست در بیاد. من همین مک مینی 7.1 رو برای خودم وارد میکنم. مک مینی 7.1. خب وقتی که درست باشه یه همچین فایل میبینید و این روی فایل کانفیگ شما لحاظ شده. حالا بریم ببینیم. بازم برای فایل کانفیگ رو باز کنیم، بازم به این پروپر فری نیاز داریم، بازش کنیم. اوپن، بازم فایل کانفیگ. خب بیاین این قسمت پایین خب دوستان ببینید اینجا این مک مینی 7.1 اینجا لحاظ شده. میبینید دقیقا این همین شماره سریال مخصوص خودمون درست شده و اینجا تمامش میبینید که اطلاعاتمون لحاظ شده. پس کار ما اینجا تموم هست. خب نرم افزار رو ببندیم. خب حالا بریم ببینیم فایل نصب کننده ما هنوز کپی نشده، پس تا فرصت داریم بریم یه سر به، چون ما میخوایم به صورت دبل بوت نصب کنیم، بریم دیسک منیجمنت و یه پارتیشن برای خودمون درست کنیم که روی همون مک‌اویس رو نصب کنیم. حالا دیسک کلیک راست کنید و شیرینگ وایلوم رو بزنید. خب ما بایستی یه جوری این فایلامون اینجا تنظیم کنیم که از روی حجم قابل تشخیص باشه. مثلا 260 رو نصف، مثلا من 110 گیگابایت رو سوا میکنم و روی همون مک‌اویس رو نصب میکنم. 110,100 حالا درست شد و همین رو شیرین کنم. دوباره نیو سامپل والیوم رو بزنیم. نکست نکست.
خب حالا این نکس بازم. خب حالا ما یه نیو والیوم اینجا اضافه شد که روی همون قرار مک‌اویس رو نصب کنیم. خب برگردیم. ظاهرا کار ترانسمک تموم شده و حالا ما بایستی بریم و مینی پارتیشن تولز ویزارد رو دانلود، نصب و کرک کنید و حالا اجراش کنید. خب این پایینی فلش بوت ما هستش. روی پارتیشن کوچولو هست اینجا EFI FAT32 نوشته است. روی این کلیک راست کنید و چانگ لیدر رو بزنید. اسمش هم حالا عوض کنیم، مثلا H بذاریم. اوک و حالا اپلی. خب این پارتیشن محل نصب بوتلودر هست یا اتاقه که فرماندهی حساب میشه. حالا ببندین. برای اینکه بتونیم بوتلودرمون رو توی اونجا وارد کنیم به اکسپلورا پلاس پلاس نیاز داریم. بازم اکسپلورا پلاس پلاس رو دانلود کنید و نصب کنید و حالا اجرا. خب این HEFI که نوشته است این همون ببینید که 200 مگابایت هم حجمش است. همین رو بازش کنید. محتویات داخلش رو پاک کنید. حالا برید روی دسکتاپ همون بوتلودری که آماده کردیم رو کلیک راست کنید، روش کپی بزنید و برگردین بیارین داخل همین گوشه EFI پیستش کنید. خب دوستان کار ما تموم هستش. حالا فلش بوت ایبل مک‌اویس ما آماده است. بایستی سیستم رو ریستارت کنیم و یه سری به تنظیمات بایوس بزنیم. سیستم من با کلید F2 وارد میشه. حالا مال شما شاید متفاوت باشه، با یه سرچ ساده متوجه میشین. با کلید F2 وارد تنظیمات ستاپ بایوس ببخشید. خب یه سری تغییرات رو باید اینجا اعمال کنیم. خب اینجا فقط با کلیدهای جهت‌نما تو قسمت امنیت سکورید حتما بایستی امنیت بوتتون دیسیبل باشه. برید داخل سکورید بوت، این دیسیبل هست خودش. خب حالا بیایم تو قسمت پاور منیجمنت اینجا کاری نداریم. این گزینه پایینتر وارد بشین. بازم خب حالا منوی بوت رو، این منوی بوت از همونجوری که میبینید شما ویندوز بوت منیجر بالاترین هستش. هر کدوم که گزینه بالا باشه سیستم از روی همون بوت میشه. پس ما میخوایم از روی USB بوت بشیم. پس بایستی USB مموریمون رو ببریمش بالا. حالا با حالا سیستم مجبوره از روی USB بالا بیاد. اوکی. خب حالا بریم قسمت پایین، بازم بازش کنیم. خب اینجا حتما بایستی منو گزینه، ما دو نوع بوت داریم، بوت جدید یا بوت قدیم که همون UEFI یا همون CMC که حتما بایستی گزینه UEFI باشه. خب تقریبا کار ما اینجا تموم هستش و برای اینکه اعمال بشه با F10 ذخیرهش میکنیم. شاید تو سیستم شما متفاوت باشه. خب بار اول ریست رو بزنیم. خب حالا این بار روی مک‌اویس مونتوری کلیک کنید. یه سری نوشته ها میاد دوستان. این یه قابلیت فوق العاده است و سیستم همون جوری که داره بوت میشه
مراحل کارش رو داره گزارش میده و اگر یه جایی گیر کنه شما میتونی به راحتی همون 3-4 خط تا آخرش رو خطاش رو همونجا میگه و میتونی بری و رفع کنی. به به. خب دوستان همینجوری که میبینید وارد به راحتی بود شدیم. ما حالا زبان رو انتخاب میکنیم و بریم صفحه بعد. یوتیلیتی کلیک کنید. این همون دیسک منیجمنت، مشابه همون دیسک منیجمنت ویندوز است و برای فرمت کردن فایل ها هستش. از این گوشه بالا روی شو آل دیواس بزنید که نمایش همه دستگاه ها. حالا روی نیو والیوم خودتون که سوا کردیم اینجا مشخص است، کلیک کنید و از اینجا ارسو رو بزنید. فرمت فایل رو باید بذارید APFS و ارسو. و حالا روی فایل نصب کننده کلیک کنید و ادامه بریم تا فایل نصب کننده باز شد. خب اینجا مک‌او‌اس یه امتیاز که داره، شما روی حتی یه فلش از کنار هم که بزنید میتونید روش نصب کنید. روی نیو والیوم کلیک کنید و ادامه. خب دوستان 50 دقیقه زمان خودش نوشته که تا بخواد مرحله نصب اول نصب رو ببره. دوستان مثل نصب ویندوز نیست و 2 مرحله نصب داره. این مرحله که تموم بشه سیستم ریستارت میشه و دوباره یک مرحله دیگه نصب بازم یه 40-50 دقیقه زمان میبره انجام میده و بار بعدی که بیاد بالا توی مرحله ستاپ است و میشه گفت نصب تموم شده. خب دوستان تبریک میگم، حالا وارد شدیم، ما مرحله ستاپ هستیم. زبان انتخاب کنیم بریم جلو. موقعیت مکانی است که متاسفانه ایران جزو کشورهای توی لیست نیستش. حتما بایستی یک اسم براش انتخاب کنین که من فراپیسی میذارم. فراپیسی اسم مغازه من است. من یک مغازه کوچولو توی یک از محلهای پایین شهر سبزوار دارم و اگه کمک چیزی خواستین در خدمتتون هستم. خب رمز ورود اینجا اجباری است و مثل ویندوز نیست که بشه رد چی. همون 1 2 3 4 من میذارم. این تیک صدا رو برداریم چون معلوم نیست صدا داشته باشیم یا نه. اگه باشه گیر میکنیم با صدا نداشته باشیم.
با ورود شما رو به مکوس مونتوری خوش آمد میگم. به به. خب حالا بریم ببینیم چی کار کردیم. اول از تنظیمات بریم. اجازه بدین من صفحه رو یه مقداری بزرگش کنم، خیلی کوچیکه. آره حالا خوب شد. خب از روی لوگوی اپل ابو دیزمکت رو بزنیم تا ببینیم اولین چیز گرافیکمون ببینید دوستان اینجا اینتل اچ دی گرافیکمون کامل خونده شده. خب حالا بریم قسمت تنظیمات. خب مهمترین قسمت شبکه است که ببینیم هست یا نه. خب دوستان همونجوری که میبینید ما این شبکه کابلیمون هست، اینم وای فایمون هست، اینم که من نمیدونم چی هستش، حالا باید ببینم چی هست. خب حالا بریم ما اینجا اینترنتمون رو وصل کنیم. خب حالا به وای فای من وصل شد. خب این از وای فای. حالا بریم ببینیم بلوتوثمون در چه حاله. اجازه بدین من بلوتوث گوشیمو روشن کنم که نیست. حالا گوشی ولش کنم. اینم کار میکنه. بله اینم کار میکنه. نمیتونم چون گوشیم فعلا گیره. خب حالا بریم ببینیم صدا هم داریم یا نه. بله همونجوری که میبینید صدای سیستم ما هم خونده شده و کامل داره کار میکنه. بعد جای دیگه ترک پد میبینید ترک پدمون کار میکنه، صفحه کلید ترک پدمون هم کار میکنه دیگه. حالا موس و اینم که همه چیز کار داریم. سافاری رو باز کنید. این مرورگره. خب حالا کلاور حالا همین رو بندازیم داخل اپ هم. خب حالا کلاور کانفیگر رو اجراش کنید. خب بایستی از تنظیمات وارد بشیم و یه لایه حفاظتی رو برداریم تا اجازه بده. ببینید اینجا ما اجازه نداریم به جز اپ استور و جاهایی که امضای دیجیتال دارن نرم افزار. برای همین بایستی یه دستور توی ترمینال بزنیم. وارد ترمینال رو باز کنیم. سودو ببندیم دوباره بازش کنیم. همینجوری که میبینید اینجا یه گزینه اضافه شده. حالا میتونیم نرم افزارمون رو اجازه میده که نرم افزار رو از رو که دانلود کردیم بتونیم استفاده کنیم. چرا اینجوری شد؟ خب حالا اجرا شد. حالا از اینجا مواند EFI رو بزنید. این مال دیس فلشمون است، این یکی مال هارد است. هر دوتا رو باید موندتشون کنیم. خب اینا رو هم ببندیم.
از این فایل روی تنظیماتش بزنید و این هارد دیسک رو تیک بزنید تا این نو نیم همون پارتیشن کوچک که بوتلودر توش هست بازش کنیم. ببینید که این بوتلودر مال مایکروسافت مال ویندوز هستش. حالا این EFI مال فلش USB رو باز کنیم، بازم بازش کنید. خب حالا همین محتویات رو برداریم و بندازیم داخل اون پوشه اصلی. با این کار حالا ما فایل بوتلودرمون وارد توی هارد ریخته شد و دیگه نیازی به فلش USB برای بوت شدن نداریم. خب حالا میتونیم سیستم رو ریستارت کنیم و احتمالاً وارد ویندوز میشه و اونجا یه دستور باز میخواد. ریستارتش کنیم. خب حالا خط فرمان سیستم رو اجرا کنیم. کلمه BCDEDIT رو وارد کنید، اینتر بزنید. خب همینجوری که میبینید اینجا خودش گفته که بوتلودر پیش‌فرض ویندوز بوت منیجر است. پس ما باید یه دستور بزنیم و کاری کنیم که این عوض بشه. حالا برمیگردیم، پس این دستور رو وارد میکنیم. و حالا سیستم رو ریستارت میکنیم. خب همینجوری که میبینید سیستم ما دبل بوت شده و حالا شما میتونید از اینجا انتخاب کنید که به ویندوز برین یا به خب دوستان نصب تموم شد. متشکرم که ویدیوی منو دیدین و عذرخواهی میکنم به خاطر تلفظهای اشتباه لغات انگلیسی. امیدوارم که دلتون شاد، حالتون خوب و جیبتون همیشه سرشار از پول باشه. خدا نگهدار.